این صحنه را که بیشتر به برنامه سیرک مانندی دارد، نه همه بی ترس و وهم تماشا کرده می توانند. مارهایی که در روی و بدن میزاجان میخزند در یکی از تالارهای محض قاهره برای آرامش آنها استفاده میشوند. صوفت صدقی صاحب این مرکز میگوید که بسیاری ها در اول میترسند اما بعداً راحت میکنند. محض با استفاده از مار هم برای روح و هم جسم فایده دارد. گردش خون و فکرانی را بهتر کرده، اندورفین و یا هورمون خوشبختی را بیرون میبرد. چون این محض باوری آدمان را به خودشان بیشتر کرده، مسئولیت را مستحکم میکند. صدقی برای جلب مشتریان اول این نوع محض را بی پول پیشنهاد میکرد. حالا برای نیم ساعتی آن 100 فونت مصری میگیرد. دیگر زین درباره چنین نوع خدمات از شبکه‌های اجتماعی آگاه شده تصمیم گرفت که آن را تجربه کند. وقتی در پشت مارها را گذاشتند، من خودم را سبک و جوان احساس کردم. در اول ترسیدم، عصبی شدم، اما تدریجاً هراس و اضطراب برطرف شد. من آرام شدم. صاحب تالار محض میگوید که در مصر 35 نوع مارها وجود دارند که تنها 7 نوع آنها زهرناکند. برای محض مارهای بی خطر استفاده می شوند. همچنین از روغن مار ملهم آماده می کنند.